بیا 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 بیا. یه ماهی فرار کرد. الاغ تکشخ. سلام دوستان عزیز، وحشت میگم به شما به یه ویدیو دیگه. امروز که همونطور که میبینید من در تحریه ایستادم به خاطر این که بیرون خونم و امروز قراره بریم ماهیگیری به درخواست شما. و این که در این مورد میخواستم یه چیزای بهتون بگم، ولی اینجا نه. بریم اسکله سوار قایق بشیم تا اونجا باهاتون صحبت کنم. و این که صدام شاید یکم گرفته باشه به خاطر این که از خواب بیدار شدم و الانم ساعت 4:30 بامداده. میگفتم بامدادتون بخیر. بزن بریم، موتورم هم آماده است، کلاه برداشتم و امروز یه لباس گرمم پوشیدم به خاطر این که تو این راه سردی زیاده. الان باید 15 کیلومتری بریم به بریس، اونجا اسکله سوار قایق بشیم و بریم دریه. خب اونجا میبینیمتون. خب این خونه ناخداست، یکم منتظر بمونیم ببینیم ناخدا بیاد و با هم دیگه بریم. سلام علیکم. سر جوڑے ادھے رہنا. Dale. Joder. چه دور نده مارو. موقع ساعت 4:30 بود ما اومدیم، ولی الان که میبینید خورشیدم داره تازه بیرون میاد و ما میخوایم تازه بریم دریا و هنوزم هوا سردی خودشو داره. امروز تیپ ما یه جور دیگه، اینم از مالوان دوم و اون قایقایی که دیدید اونجا وایستاده بودن به خاطر اینکه اونا دیشب دریا بودن و ماهی گرفتن. الان تازه اومدن ماهیاشون رو تحویل میدن و میرن خونه. اینجا ماهیگیری به نوع زیادی انجام میشه و یکیش واسه قلابه که اونا رفتن دیشب ماهی شیر و گیدر و تون از اون ماهی ها میگیرن. خود ماهی زیادیه و بعضی واسه تور میرن. اونایی که با تور میرن سر صوم میرن مثل ما، ولی ما واسه قفصه میریم. اون قفصه هایی است که میان داخل دریا و الان میرن واسه اون که اونا رو بکشن و اینم فکر کنم واسه تور یا که قفص میره دریا. خب ما تا اونجا برسیم بهتون نشون میدیم قفصه چطوری هست و امروز چقدر ماهی ما میگیریم. برو بریم. خب دوستان، الان ما تازه رسیدیم به اون جایی که قفصیه هستن. با این برنامه که میبینید الان نشان کرده ناخدا که اینجا این قفصیهاش اینجاست و الان این ننگرمون گرما بهش میگیم، اینی که میبینید اینو الان میخواد بیانداز داخل و الان قایق راه میفته و منتظر میشیم تا به اون تنابی که این داخل است به اون تنابی بخوره و استفاده از همون تناب قفصیه رو بستن و قفصیه رو میکشن بیرون. خب دوستان، الان انگار این تناب رو گرفته و ما خواهیم بکشیم بیرون. ببینیم خورشید هم همونطور که میبینید از اون طرف داره طلوع میکنه. و اینم بهتون بگم چون بعضی از قایق‌ها بزرگتر هستن اونا ونچ میزنن. ونچ شاید دیده باشید، اگه ندیده عکسش میذارم.
کنار قایق میزنن، بعد با استفاده از امون این تناب رو میکشن، چون این تناب خیلی سنگینه، اگه ماهی هم داشته باشه از اونم سنگینتر میشه. بعد این تناب الان گرفت نه خودمون دیگه به اون دست نمیزنن ننگره، الان میخوان تناب رو بکشن و اون قفسی که ماهی توش هست اونو بیارن بالا. یه قفسه اینش، این قفسه رو داره میکشه. بسم الله. اینم از ماهیایی که قفسه اول داره و اینی که میبینید کنارش ساره به خاطر اینکه ماهی اسکنن اینجا طبیعیه و این یه جور نشان هم هست واسه اونایی که اگه یکی دیگه اینو بکشه بدونه که این مال خودش نیست، مال یکی دیگه است. هنوز سردی تو بدن همه، به خاطر همین شاید صدا هم یکم بلرزه. الان بریم واسه دومیش. اینم از قفسه دوم. این یکم بیشتر ماهی داره که میبینید ماهی هنوز زنده است، تازه شکینه. ولی هنوز هم ماهی بزرگ نیومده، این ماهی هنوز کوچکن، یه وجبی میشن. خب اینم از دوتا قفسی که اینجا هست. این ماهی رو بکشیم بعد بریم بقیه قفسی که اون طرف تر هستن اونا رو هم ببینیم، شاید اونا ماهی بزرگتر داشته باشه. این قفسی رو از این کنار یکم باز میکنن، بعد ماهی رو که میریزن بیرون قفسی رو میبندیم و میندازیم داخل. como taat ka jaldi na como dari uni jaldi خب دوستان، این ماهی که میبینید ما بهش میگیم خر اون الاغ و الاغ تکشاخ. ببینید یه شاخ هم داره، اونا اسب تکشاخ، این الاغ تکشاخ. رسیدیم به لوکیشن دوم و اینجا میخوایم دوباره این گیر یا همون انگری که هست اینو بیاندازیم داخل و تنابو بگیریم، ببینیم این یکی قفسه چقدر ماهی دارن. دیگه خورشیدم طلوع کرده، هوا هم داره کم کم گرم میشه. اینجا یه مشکلی که هست اینه که الان اون پایین سنگ است، سنگ و همون گرم بهش میگیم، دره است سنگ، به خاطر همین الان اینو که انداختن پایین شاید گیر کنه به اونجا. الان یکی دو بار گیر کرد، این مشکلات اینجا هست، اون که اونجا گیر کنه دیگه نمیاد بیرون، بعد یک کاری کنی تا اونو از اونجا آزاد کنی بعد دوباره بکشی بیرون. خب دوستان، این الان لنگر ما رفته پایین گیر کرده به سنگه ها و خودش دست بکار شده تا اونو بکشه بیرون. این مشکلات در این کشیدن قفسه ها هست، به خاطر این که قفسه ها رو کنار کوه ها میذارن تا اونجا ماهی بهتری بیاد و این گیر میکنه به اونجا. گاهی وقتا هم تور که میاندازن تور هم گیر میکنه، به خاطر همین تورها پاره هم میشن. این ضررات تو دریا هم هست. جور که میبینید ما هم منتظریم تا ببینیم این ننگره بیاد بیرون و بعد ببینیم قفسه ماهی دارن یا که نه. خب بعد از 23 دقیقه بعد الان دوباره فکر کنم گرفته اینو دارن میکشن بالا. یه چند باری به سنگا گیر کرد و نیومد بالا، الان فکر کنم بگرفت. اینم از قفسه که داره میاد. ماهی کوچولو داره ولی از این بزرگا نداره. این ماهی واسه اکواریوم خوبن، خوشگلن. و اینایی که میبینید اینا گدیرن، به فارسی فکر کنم هامور میگن ولی ما میگیم گدیر. به اونا میگن خروس ولی خوشگله. ببین
حالا بریم ببینیم اون یکی قفسه چه کار کرده، اون ماهی داره یا نداره. ما هم نیفتیم تو دریا. خوبه اون یکی که اصلا خالیه، 2 تا ماهی داره ولی اون ماهی به در نمیخوره، اون رو میاندازن بیرون. سلام علیکم. ناود داده جوڑی بربادی و थोड़ी कार का है نام و یاد خدا انشالله این دفعه دیگه پر باشه. خب این قفسه که اومد، این قفسه مال وسطیه، چون این دفعه ستاییه. وسطی رو بکشیم 2 تا خراب میشن. الان این طرف رو بکشیم اولی، بعد دومی، بعد سوم. این که من نگه داشتم این طرف اولیه. و بینم از قفسه چند تا ماهی داره تکون میخوره. این ماهی که بزرگی که میبینید ما بهش میگین میٹو. میٹو همون توتی. و بینم از قفسه دوم. این دومی هم که خدا را شکر چیزی توش نیست. این ماهی که میبینید اینا دوباره میرن داخل آب. این بزرگا که میبینید اینا رو میکشن، ازشون استفاده کنن، بخورن یا بفروشن. بعد الان این سومین قفسه رو هم بکشیم بیرون. الان ببینیم اون یکی چه کار کرد. الان از قفسه سوم که یه چند تا ماهی هم داخلشه. شاید براتون سوال باشه که این ماهی چطوری میرن داخل. این یه تونلی هست اینجا، چون ماهی دنده عقب نداره، دنده جلوه، میره داخل دیگه عقب نمیاد، همون داخل میمونه. خب اینم از ماهی توتی که ما بهش میگیم میٹو. دندون داره، اینو بگیره انگشتمون جدا میشه. خب اینم از لوکیشن 4م که بازم یه چند تا ماهی داره ولی चंगी पे दिल دل نه خدا خوش نیستن. به قول خودش چنگی به دلش نمیزنه. بسم الله. اینم از ماهیه. حالا دیگه چنگ زده. अरे चंग जात दिगे ماشاءالله این یکی قفس دیگه پر ماهیه. ماشاءالله ماشاءالله. اینم از هامور عربی. همشون از اینا داشت. الان این ملوانه اینجا رقص میکرد. خب خدا را شکر این یکی قفس دیگه پر ماهیه. از اون ماهیه هامور عربی و چند تا هاموره، اونطور که مشاهده میفرمایید. خدا را شکر. الان ساعت تقریبا 10 دیگه. ما ساعت 5 اومده بودیم. خورشید ببین رفت بالا. خوبی قفس در اینه که ماهی زنده میمونن داخل این هستن، زنده هستن و ماهی که زنده هن قیمتشون بالاست.
تور شاید ماهی بمیرند یا که خورده بشن به دست ماهی دیگه، به خاطر همین قیمتشون یکم کمتره. ولی اینا یه صاف زنده هن، میبرن میفروشند و قیمتشون هم بالاتره. خب بریم واسه قفس دوم ببینیم. خنده ناخدا یکم کمتر شده ولی بازم بد نیست، یکی داره. خب یه لوکیشن دیگه هنوز مونده، اینا رو بکشیم بیندازیم بعد بریم لوکیشن بعدی که اون طرف بعد اسکله هم اونایی که اون کویی که میبینید اسکله است، اونو نگاه کنیم و بریم اسکله. خب دوستان اینم از لوکیشن آخر که اومدیم ببینیم، شاید این یکی هم یه چیزی داشته باشه. این گونی گرفته. چیه گونی؟ ولی این به جای تناب گونی گرفته. خب این لوکیشن آخر ببینیم این قفصا چه کار میکنن. انگار خالی نه، یکی داره. ما به همور عربی میگیم لوتاری. یه لوتاری داره. الحمدلله. این یکی رو بکشیم ببینیم، شاید اینم یکی دوتا لوتاری دیگر هم بیاره. خب اینم از آخری، اینم ماشاءالله الحمدلله اصلا پر گره دار گره. خب اینم از مایا. بیا. ढोंगे हैं से आप तो कोई पता चीज ये माई फरार कर दूंगा के सुराख भी नहीं सुराख फरार कर ओ बेनमाज माई अल्हम्दुलिल्लाह एक के दो से चार दान पांच दान के पांच एक की फरार कर शिष्टा बुदन क्यों नहीं नावदा कहीं खुशहाल बराबरी दिलस खैली चांग मिजने ओ नी बराबरी तुझ तो रे हम बराबर इंजरो के میبینی این آب کثیفه، میبینید اگه تو دوربین خوب دیده بشه آب کثیفه، به خاطر همین ماهی یکم کم شده، ولی بازم خدا رو شکر ماهی رو گرفتیم.
خب دوستان، من تازه رسیدم خونه و این که تجربه خوبی بود. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه از این ویدیو و اینکه مایه‌ای که میبینید و واسه خودم آوردم و انشالله در ویدیو آینده میریم این مایه رو تو طبیعت میپزیم و میخوریم، لذتی میبریم. و اینکه ممنون تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.